دوستان بریم ببینیم این نیسان آبی چه شرایطی داره. بله، تبدیل شده به یک رستوران یا یه عقد فروشی سیار که یک خانم بازوق به این شکل در آورده. ببخشید یه مقدار شرایط نوردهی و محیطی استاندارد نیست، گفتم که این فیلم رو بگیرم که شما هم ببینید. حالا در ادامه ببینیم که وضعیتش چجوریه. بله، فست‌فود بانو ریزک. جور که من پرسیدم ریزک یکی از روستاهای شهرستان شهر کرد هستش. ایشون هم خانم ریزک هستن که الان مشتری دارن. ما فعلا مزاحمش نمیشیم تا کارش تمام بشه. دوست عزیز، شما از این محل معمولا استفاده میکنید و سمبوسه و فلافل میگیرید، نظرتون چیه؟ میپسندین؟ خدا رو شکر. این هم یکی از دوستانمون هستن که معمولا از اینجا سمبوسه و فلافل تهیه میکنن. آقا متشکرم. خواهش میکنم. نوش جان. این هم مشتری هایی هستن که گذری میان و سفارش میدن. مثل که چربه که هر کارش هم بکنیم. آره. اینم پشت ماشینه که میبینید خیلی قشنگ براش دستشورم تعبیه کرده. بسیار زیبا. ببخشید اگر یه مقدار نوردهی بده عذرخواهی میکنم. که بسیار تمیز و شیک آماده سازی میشه. لطف کردن یه دونه به من تعارف کردن. البته من بعدا حتما یه سمبوسه و یه فلافل خواهم. بفرمایید. دوستان واقعا فوق‌العاده است مزه سمبوسه‌اش. من که خیلی لذت بردم. خوش‌طعم، خوشمزه. حتما بیاید و امتحان کنید. اینجا کیانباسه. در یک محیط کاملا بهداشتی. اینجا کیانباس هستش، اهواز. کیانباس نبش سوم غربی. لطفاً بیایید از سمبوسه و فلافل‌های اینجا لذت ببرید. پلاستیک نداریم؟